شیر لئو و پرنده کوچولو. داستان کوتاه برای کودکان قبل از خواب. در یک جنگل بزرگ و آفتابی، شیری به نام لئو زندگی می‌کرد. او قوی، شجاع و پرصدا بود. هر صبح غرش می‌کرد و می‌گفت: صبح بخیر جنگل. اما یک روز لئو صدای بسیار کوچکی شنید. جیک جیک. لئو اطراف را نگاه کرد و پرنده آبی کوچکی را دید که روی شاخه درخت نشسته بود. پرنده غمگین به نظر می رسید. لئو با صدای عمیقش پرسید: چی شده پرنده کوچولو؟ پرنده آرام گفت: خانواده‌ام را پیدا نمی کنم. تنها هستم. لئو مهربانانه لبخند زد و گفت: نگران نباش، کمکت می کنم. بیا روی پشتم. پرنده کوچک روی یال نرم لئو پرید و با هم در جنگل قدم زدند. از میمون پرسیدند: خانواده این پرنده رو دیدی؟ میمون گفت: نه، ولی کنار رودخانه امتحان کنید. از فیل پرسیدند: خانواده این پرنده را دیدی؟ فیل گفت: نه، ولی به درختای بلند سر بزنید. آنها به راهشان ادامه دادند و با هم آواز می‌خواندند: قرش و چیک، چیک و قرش، خانواده‌ات را پیدا می‌کنیم با تلاش و کوشش. سرانجام به یک درخت بزرگ و بلند رسیدند. جیک جیک. پرنده کوچک صداهای آشنایی شنید. مامان، بابا. پرنده با خوشحالی خواند. خانواده‌اش پرواز کردند و او را با بالهایشان در آغوش گرفتند. پرنده کوچک به لئو نگاه کرد و گفت: ممنون لئو، تو فقط قوی نیستی، خیلی مهربان هم هستی. لئو لبخند زد و آرام غرش کرد. هر وقت خواستی دوست کوچکم. و از آن روز به بعد شیر و پرنده بهترین دوستان جنگل شدند.